خدمتتون هستیم. ببخشید من یواش صحبت میکنم. شده برای شما مهمان بیاد، اونم آخر شب؟ ما الان این مشکل رو داریم، مهمان اومده خوابیده و منم دیگه زیاد نمیتونم صحبت بکنم، باید خواب هست. آقای همساده هستن، ما بخوابیم صبح بتونیم با شما صحبت. آقا من خیلی شرمندم امروز مهمون شما شدم و واقعا نداشتم. شبم بود زابرا شدی و خیلی معذرت. خواهش میکنم. نه آقا من نمیدونم این کلید آقا ما هرچی میسازی نمیم چرا قفل در ما نمیکنه. آقا من الان 12 ساله این خونه رو خریدم، تا حالا یه شبم نتونستم خونه بخوابم. عصر میرم باز میکنه، میام بیرون برمیگردم یه کلید در ما نمیکنه. یعنی داغون شدم. آقا شب شما بخیر. شب شما بخیر. شب شما بخیر. شب بخیر. شب بخیر. شب همگی داشته باشید. شب همگی. آقا جسارت معذرت میخوام، یه وقتی خوابتون که خودی بو گاو میده. ببخشید ما دیگه دست بالو میذاره تنگ برم رخت خواب. نه آقا ناراحت نباشی، من اکثرا آقا هر وقت مهمونی یکی شدم یه تو رخت خواب بودم یا بو گاو میداده یا گوسفند یا خر، همینجوری بوده. اکثرا 4 پایان بودن. جیگرم شب شما بخیر باشه. بخواب. شما نبود بخواب. آقا شب خوش. شب شما. شب بخیر. شب همگی بخیر. آقای همساده شما میخندیم و نمیتونیم بخوابیم. نه آقا من این پتو که میکشم رو سر ما آقا تاریک میشه، یه سری موجوداتی تو تاریکی من حمله کنن، یه سری آسیب و جسمی و روحی به باره، یعنی داغون شدم. آقا شب شما خوش. شب همگی بخیر. خواهش میکنم دیگه فامیل دور بخواب. من که خوابیدم آقا، ما اینه مگه بخواب؟ میگم یعنی بخواب دیگه بچه بخواب. من که 7 دفعه خوابیدم، خواب پریدم، به من میگی بخواب؟ به اونایی که هی میخندن نمیذارن آدم بخوابه بگو بخواب. نه من کسی. شب همگی بخیر باشه تا فردا صبح. خداحافظ. شب بخیر. آقا ببخشید خیلی معذرت میخوام. آقا خیلی جسارتی، ولی الان که خوابیدم آقا یاد مادر افتادم. مادر من یه رفتار خاصی داشت. آقا ما هر شب به رسم ادب رفتیم میگفتیم مامان شب بخیر. آقا این برمیگشت قایم میذاشت تو گوش ما نفهمیدیم. آقا 7 سال این به این روزا ما هر وقت گفتیم شب بخیر با پشت دست آقا میذاشت تو گوش ما نفهمیدیم چرا. خب بله دیگه خاطرم یادتون میفته. بله آقا شب بخیر. شب بخیر. فامیل دور بخواب خواهش میکنم. من میخوابم. بخوابی خواهش میکنم. من اسم رو اشتباه میگیرم. سر امه بخواب. بخواب. آقا شب بر همگی خوش تا فردا صبح. خدا نگهدار. شب شما بخیر. شب شما بخواب. بابا خوش ببینی. بچه‌ها ببخشید من خندیدم، من معذرت. ببخشید من خندیدم، من معذرت. خیلی معذرت میخوام. آقا همین چی شو میبندم آقا، انواع کابوس ها به من حمله میکنه. نمیدونم آقا یه کابوسی هست الان 37 ساله هر شب تو خواب من تکرار میشه. من راه میرم صاف میخورم تو دیوار،
هیچ وقت آقا هیچ تغییری هم توش حاصل نمیشه. من راه میرم با پوز میخورم تو دیوار. شما یه آشنا ندارید آقا مشاور روانشناس؟ خب اینا رو بعد بریم بعدا الان دیر وقته میخوایم بخوابیم بعد چرا اتفاقا نه من اتفاقا گفتم چون خودم چه روانشناس مراجعه کردم آقا این کابوسی که براش تعریف کردم 3-4 تا گنده یهو از در اومدن آقا یه لباسی کردن سر ما رو تبعید کردن. من نفهمیدم گفتن این خطرناکه برای اجتماع. داغون شدم یعنی تو حادثه. آقا ما خواب دیده بودیم 37 سال به زندان محکوم شدیم. نمیدونم چه خبری کرده بودیم تو خواب. بخواب فامیل دور جام خیس بود تقصیر من نیست. کاش که مادر یارو اینجا بود میخوام رو گوشه یقه بگیری. بخوان دیگه. میخنده واقعا بخوابیم واقعا خوش. آقا شب بر همگی خوش. واقعا خوش. فردا صبح خدا رو نگهدارتون. شب خوش ببینی ها. خندم یه اندازه‌ای داره بیشتر از یه اندازه دیگه. آقا خیلی ها هستن واقعا توی جوامع که اندازه یه رفتار و اجتماعی دیگر نمیدن. بله. من خودم واقعا از این خیلی ناراحت هستم. خیلی ممنون. من چون بزرگتر از شما هستم اگه با همچین موردی برخورد کردید متشکرم میشم اگه به من بگید که تذکر بده. خواهش میکنم. خواهش میکنم. شب شما بخیر. شب شما بخیر. شب همگی بخیر. خوابای خوش ببینید. عینی بله. ما میترسم بخوابم. چرا؟ میترسم با پوز بخورم تو دیفا. آخ ببین من اینجا هستم نترس. نیام منو بگیرن بخوابم. وای نه دیگه بخواب آی مجید دیگه بخواب. الان علتش چی بود شما خندید؟ الان پام گرفت تو خواب. ها؟ آقا دیدی پشت پا میگیره تو خواب. الان پام گرفت آقا سکوتم یعنی دردش آقا داره نابودو میکنه. شما تعطیلات تشریف بردین دست جمعی بخوابی. خدا انشالله قسمت بکنه. خیلی کیف میده دور هم دیگه خوابیدن. خیلی با مزه است. یه کسی حرفی حالا خودتون حتما آقا بهتره بخوابید. ما تو صبح بیدار شیم. دیر وقت این پرگویی های پرچونگی ها رو بذارید برای بعد. بله فامیل دور خواهش میکنم بخواب. چرا نخنده آقای بعد؟ خنده داره واقعا خنده داره. شب دیر وقت بخواب. آقا بفرما بخواب آقا فامیل. شب شما بخواب. واقعا اینجا من نمیدونم چه خونه یامه بایدی. بخواب. یه دونه همسایه هر شب یه همسایه برمیده بیاری اینجا باید بخواب فامیل دور بعد مهمان هستن. اوه شب خیر. شب شما بخیر. عینی من نمیتونم بخوابم. چرا؟ میترسم پام درد بگیره پشت پا بندازم به خودم با پوز برم لیوار. آره چه خاطره ای بود. رودمور شدم. خیلی ببخشید ما خیلی مشکل داریم میشه نمیتونی بخواب. شما امیدوارم هر جا هستی خوب و خوش باشین. هیچ پیامی ندارم بدم. خوش باشید دیگه لذت ببرید. خداحافظ شما. بله ما میتونم برم پیش گابی بخوابم؟ چرا همیشه بخوابیم دور هم دیگه هستیم. حالا ما شما داریم میخوابیم یعنی هم ساده من خواهش میکنم بله. اگر امکان داره جدی میگم به خاطر این بچه ها به خاطر اینکه صبح میخوایم بلند شیم دور هم باشیم نخندید خواهش من آقا نخم کی خنده آقا خیلی چشم نه بخوابید بخواب شب بفرمایید شب بخیر آقا بخوابید. عینی من برم تو کمد بخوابم. چرا؟ خوابم نمیبره اینجا. نه من بالا سرت نشستم. خیلی